امروز 12 اپریل سال 2025. امروز در آسایشگاه دکتر طاهری حشر یعنی تیاری به بهار و قبول مهمان ها رفته شده است. من همین زمین بود مدتی که 20 سال است مردم عموما یگان درخت نمی روید، چون که به واسطه نمگی بسیار هر یک درخت چلوندگی ریشش می پوسد. من از انستیتوت باغپروری آمده به ما مصلحت دادن که 1 متر کوبید که آب پایان بزند و آینده درخت ها نشأ و نما می یابد. من امید جان گفته که تراکتور است از دهه زاسون. من حاضر برآمده ما با خدمت کرد شده است. من این ویدیو با بعد چند سال اگر بینید اینجا یک باغ خیلی باحشمت میشد، برای مردم خدمت میکند. آدما میوه نمیخورند، از مرد ماند آب و گل گفته است، از نر نامرد درد دل. برای ما چقدر کوشش میکنیم که از جای آباد کنیم. آبادی بهترین چیز است و مردم به واسطه حتی که یاد گرفتن همین رسیه کمتر میرن. در همین وطنی خودم هم جای کار زیادی کوهای بینید همش بیکار خواب کرده است. اینا کار با انداختن در کار. اینا کار با انداخته میتواند عالمی که همین سایه فهمد، کشت و کار فهمد، آب برآوردن فهمد، همین به علم در کار. برای همین مسئله علم فرهنگ در مد اول میستد. آدمای با فرهنگ علم دوست کارش پیش میرد، جمعیت آباد میشد. سلامت باشید.